رساله غلاطیان باب اول. پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید، و همه برادرانی که با من می باشند. به کلیساهای غلاطیه فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد، که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد، که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. تعجب می کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید به سوی انجیلی دیگر، که انجیل دیگر نیست، لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می سازند و می خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد. چنان که پیش گفتیم الان هم باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد. آیا الحال مردم را در رأی خود می آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می خواستم، غلام مسیح نمی بودم. اما ای برادران، شما را اعلام می کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید که بر کلیسای خدا بی نهایت جفا می نمودم و آن را ویران می ساختم، و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم. اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم، بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم. پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم و 15 روز با وی به سر بردم. اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم. اما درباره آنچه به شما می نویسم اینک در حضور خدا دروغ نمی گویم. بعد از آن به نواحی سوریه و قیلیقیه آمدم و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورتاً غیر معروف بودم، جز این که شنیده بودند که آن که پیشتر بر ما جفا می نمود الحال بشارت می دهد به همان ایمانی که قبل از این ویران می ساخت، و خدا را در من تمجید نمودند. رساله غلاطیان باب 2.
پس بعد از 14 سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم و تیتوس را همراه خود بردم. ولی به الهام رفتم و انجیلی را که در میان امتها بدان موعظه می کنم به ایشان عرضه داشتم، اما در خلوت به معتبرین، مبادا عبث بدوم یا دویده باشم. لیکن تیتوس نیز که همراه من و یونانی بود مجبور نشد که مختون شود و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را خفیتاً درآوردند و خفیتاً درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسی داریم جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی درآورند، که ایشان را 1 ساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راستی انجیل در شما ثابت ماند. اما از آنانی که معتبرند که چیزی می باشند، هرچه بودند مرا تفاوتی نیست. خدا بر صورت انسان نگاه نمی کند. زیرا آنانی که معتبرند به من هیچ نفع نرسانیدند، بلکه به خلاف آن چون دیدند که بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنان که بشارت مختونان به پتروس، زیرا او که برای رسالت مختونان در پتروس عمل کرد، در من هم برای امتها عمل کرد. پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر به ارکان بودند، آن فیضی را که به من عطا شده بود دیدند، دست رفاقت به من و برنابا دادند تا ما به سوی امتها برویم، چنان که ایشان به سوی مختونان، جز آن که فقرا را یاد بداریم و خود نیز غیور به کردن این کار بودم. اما چون پتروس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود، چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتها غذا می‌خورد، ولی چون آمدند از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت. و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، به حدی که برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد. ولی چون دیدم که به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی کنند، پیش روی همه پتروس را گفتم: اگر تو که یهود هستی به طریق امتها و نه به طریق یهود زیست می کنی، چون است که امتها را مجبور می سازی که به طریق یهود رفتار کنند؟ ما که طبعا یهود هستیم و نه گناهکاران از امتها. اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. اما اگر چون عدالت در مسیح را می طلبیم، خود هم گناهکار یافت شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ حاشا! زیرا اگر باز بنا کنم آنچه را که خراب ساختم، هر آینه ثابت می کنم که خود متعدی هستم. زان رو که من به واسطه شریعت نسبت به شریعت مردم تا نسبت به خدا زیست کنم. با مسیح مصلوب شده ام، ولی زندگی می کنم
لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. فیض خدا را باطل نمی سازم، زیرا اگر عدالت به شریعت می بود، هر آینه مسیح عبث مرد. رساله غلاطیان باب 3. ای غلاطیان بیفهم، کیست که شما را افسون کرد تا راستی را اطاعت نکنید که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید؟ فقط این را می‌خواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته اید یا از خبر ایمان؟ آیا اینقدر بیفهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل می‌شوید؟ آیا اینقدر زحمات را عبث کشیدید اگر فی الحقیقت عبث باشد؟ پس آنکه روح را به شما عطا می کند و قوات در میان شما به ظهور می آورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می کند؟ چنانکه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد، پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند. زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود. مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود، تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم. ای برادران، به طریق انسان سخن میگویم، زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار می شود هیچ کس باطل نمی سازد و نمی افزاید. اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی گوید به نسل ها که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است. و مقصود این است عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده بود، شریعتی که 430 سال بعد از آن نازل شد باطل نمی سازد، به طوری که وعده نیست شود. زیرا اگر میراث از شریعت بودی دیگر از وعده نبودی، لیکن خدا آن را به ابراهیم از وعده داد. پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و به وسیله فرشتگان به دست متوسطی مرتب گردید. اما متوسط از یک نیست، اما خدا یک است. پس آیا شریعت به خلاف وعده های خداست؟ حاشا! زیرا اگر شریعتی داده میشد که تواند حیات بخشد، هر آینه عدالت از شریعت حاصل میشد. بلکه کتاب همه چیز را زیر گناه بست،
تا وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح است ایمانداران را عطا شود. اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که میبایست مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. لیکن چون ایمان آمد دیگر زیر دست لالا نیستیم. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی، و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. رساله غلاطیان باب 4. ولی میگویم مادامی که وارث صغیر است از غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست ناظران و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. همچنین ما نیز چون صغیر می بودیم زیر اصول دنیوی غلام می بودیم. لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستید خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا، یعنی ای پدر. لذا دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون پسر هستی وارث خدا نیز به وسیله مسیح. لیکن در آن زمان چون خدا را نمی شناختید، آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی می کردید. اما الحال که خدا را می شناسید بلکه خدا شما را می شناسد، چگونه باز بر می گردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر می خواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ روزها و ماهها و فصلها و سالها را نگاه می دارید. درباره شما ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم. ای برادران، از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شده ام. به من هیچ ظلم نکردید، اما آگاهید که به سبب ضعف بدنی اول به شما بشارت دادم. و آن امتحان مرا که در جسم من بود خوار نشمردید و مکروه نداشتید، بلکه مرا چون فرشته خدا و مثل مسیح عیسی پذیرفتید. پس کجاست آن مبارک بادی شما؟ زیرا به شما شاهدم که اگر ممکن بودی چشمان خود را بیرون آورده به من میدادید. پس چون به شما راست میگویم، آیا دشمن شما شده ام؟ شما را به غیرت میطلبند، لیکن نه به خیر، بلکه میخواهند در را بر روی شما ببندند تا شما ایشان را به غیرت بطلبید. لیکن غیرت در امر نیکو در هر زمان نیکوست، نه تنها چون من نزد شما حاضر باشم. ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود. باری خواهش می کردم که الان نزد شما حاضر می بودم تا سخن خود را تبدیل کنم، زیرا که درباره شما متحیر شده ام. شما که می خواهید زیر شریعت باشید، مرا بگویید آیا شریعت را نمی شنوید؟ زیرا مکتوب است ابراهیم را 2 پسر بود، یکی از کنیز و دیگری از آزاد. لیکن پسر کنیز به حسب جسم تولد یافت و پسر آزاد بر حسب وعده.
و این امور به طور مثل گفته شد، زیرا که این دو زن دو عهد می باشند، یکی از کوه سینا برای بندگی می زاید و آن هاجر است، زیرا که هاجر کوه سیناست در عرب و مطابق است با اورشلیمی که موجود است، زیرا که با فرزندانش در بندگی می باشد. لیکن اورشلیم بالا آزاد است که مادر جمیع ما می باشد، زیرا مکتوب است ای نازاد که نزاییده‌ای، شاد باش، صدا کن و فریاد برآور ای تو که درد زه ندیده‌ای، زیرا که فرزندان زن بیکس از اولاد شوهردار بیشترند. لیکن ما ای برادران چون اسحاق فرزندان وعده می باشیم. بلکه چنان که آن وقت آن که بر حسب جسم تولد یافت بر وی که بر حسب روح بود جفا می کرد، همچنین الان نیز هست. لیکن کتاب چه می گوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت. خلاصه ای برادران، فرزندان کنیز نیستیم، بلکه از زن آزادیم. رساله غلاطیان باب 5. پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. اینک من پولس به شما میگویم که اگر مختون شوید مسیح برای شما هیچ نفع ندارد، ولی باز به هر کس که مختون شود شهادت میدهم که مدیون است که تمامی شریعت را به جا آورد. همه شما که از شریعت عادل میشوید از مسیح باطل و از فیض ساقط گشته اید، زیرا که ما به واسطه روح از ایمان مترقب امید عدالت هستیم و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی، بلکه ایمانی که به محبت عمل می کند. خوب می دویدید، پس کیست که شما را از اطاعت راستی منحرف ساخته است؟ این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست. خمیرمایی اندک تمام خمیر را مخمر می سازد. من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ رأی دیگر نخواهید داشت، لیکن آن که شما را مضطرب سازد هر که باشد قصاص خود را خواهد یافت. اما ای برادران، اگر من تا به حال به ختنه موعظه می کردم چرا جفا می دیدم؟ زیرا که در این صورت لغزش صلیب برداشته می شد. کاش آنانی که شما را مضطرب می سازند خیشتن را منقطع می ساختند. زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شده اید، اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل می شود، یعنی در این که همسایه خود را چون خیشتن محبت نما. اما اگر همدیگر را بگزید و بخورید با حذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاک شوید. اما میگویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم، و این دو با یکدیگر منازعه می کنند، به طوری که آنچه می خواهید نمی کنید. اما اگر از روح هدایت شدید زیر شریعت نیستید. و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بتپرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها، که شما را خبر میدهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها
وارث ملکوت خدا نمی شوند. لیکن ثمره روح، محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است، زیرا که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست. و آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته اند. اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار بکنیم. لافزن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم. رساله غلاطیان باب 6. اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد خود را می‌فریبد. اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری. زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارک بسازد. خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد. زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود کارد از جسم فساد را درو کند و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. خلاصه به قدری که فرصت داریم با جمیع مردم احسان بنماییم، علل خصوص با اهل بیت ایمان. ملاحظه کنید چه حروف جلی به دست خود به شما نوشتم. آنانی که می‌خواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور می‌سازند که مختون شوید، محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند. زیرا ایشان نیز که مختون می‌شوند خود شریعت را نگاه نمی‌دارند، بلکه می‌خواهند شما مختون شوید تا در جسم شما فخر کنند. لیکن هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه. و آنانی که بدین قانون رفتار می کنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا. بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند، زیرا که من در بدن خود داغ‌های خداوند عیسی را دارم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران. آمین.